با گذشت ایام و تحکیم استقلالیت، روحیه ایدانه و تنتنه‌های جشنی فضای کشور صاحب استقلالمان را فرا گرفته و آن همه مشکلات و معماها پس سر گردیدند و دستاوردهای 27 سال دوران استقلالیت از آن گواهی می‌دهند که مردم وطندوست و سربلند کشور تحت سروری اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، رهبر دولت محترم امامعلی رحمان در تحکیم اقتدار اقتصادی تاجیکستان سهم ارزنده می‌گذارند و سعی و تلاش به خرج می‌دهند که بهر آبادی کشور سهمگزار باشند. بخشیده به 27 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی در محله یکم شهر، میدانچه ورزشی، حوض آببازی و بازی‌های کودکانه از طرف صاحبکاران محلی بهرام یوسفوف و دوران یوسفوف به طور زمانوی قامت می‌افروزد. ما صاحبکاران شهر کشمزاده از سخنان اساسگزار صلح و وحدت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان روح بلند گشته در محله یکم شهر کشمزاده میدانچه ورزشی و بازی‌های کودکانه را ساخته استوده‌ایم. ما حرکت می‌کنیم که تا ماه سپتامبر همین ورزشگاه را با همین جای بازی‌های کودکانه به استفاده دهیم. انشاءات مذکور در دایره دستور و سپارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان بنیاد خواهد گردید. ورزش که گروی سلامتی، سرچشمه رفاقت و دوستی و واسطه مهمی تشکل طرز حیات سالم میباشد، بنابراین جوانان باید همطرفه تلاش نمایند که در این سمت به نتیجه‌های کامل برسند. اینچنین از بنیاد این ورزشگاه، حوض آببازی و میدان بازی‌های کودکانه ساکنان محله یکم نیز ممنون میباشند. من پروینه شکرالله‌زاده شهروندی همین محله یکم میباشم. ما خرسند از آن هستیم همه ساکنان این محله که امروز صاحبکاران شهر ترسونزاده اقدام پیشوای ملت اساسگزار صلح و وحدت را پیشه خود قرار گرفته چنین جایهای کارناشایم را به یک مرکزهای آبادی و بهر بازی و خوشنودی کودکان تبدیل دادند که در آینده وقتی که این انشاءات این ساختمان به انجام میرسد فرزندان ما میتوانند که در اینجا آمده بازی کنند وقتی خود را خوش گذرانند. با استفاده دادن انشاءات مذکور ماه سپتامبر سال جاری در رفع 27 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در نظر داشته شده است. برای ساکنان وطندوست و آبادگر شهر ترسونزاده تحفه ارزنده خواهد گردید. پیش از همه به انجام رسیدن این ساختمان برای آبادی شهر ترسونزاده کمک میرساند و یکی از مرکزهای میباشد که فرزندان ما آمده در اینجا بازی میکنند وقتی خود را خوش میگذرانند و یک مرکز دلخوشی و فرحی کودکان میباشد و همه ما ساکنان محله یکم مینداریم از این صاحبکار و از اقدام پیش گرفته اساسگزار صلح و وحدت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان که چنین مرکزها را اجازت میدهند که صاحبکاران ما آبادی کنند و در جایهای کارناشایم چنین مرکزهای بهر شادی و فرح کودکان آباد سازند. باید گفت که 27 سال قبل ملت کهن بنیاد و صاحب فرهنگ تاجیک صاحب دستاورد بزرگ و مقدس استقلالیت دولتی شدند. هرچند این دوره در نزد تاریخ مدتی خیلی کوتاه باشد هم جمهوری تاجیکستان با دستاوردهای بزرگ اقتصادی و اجتماعی نائل گردید. مقصد ساخته به استفاده دادن چنین میدانچه‌های ورزشی در مملکت این مستحکم نمودن دوستی بین ورزشگران، تربیت جوانان در روحیه وطنپرستی، وطندوستی، صداقت به وطن و بلند برداشتن مهارت کسبی ورزشگران و ترغیب طرز حیات سالم میباشد.